به نام خدا، با سلام خدمت دانش آموزای عزیز. امروز در خدمت شما هستم با یکی از مباحث فصل دوم زیستشناسی سال 12، مبحث ترجمه که یکی از مباحث مهم و مورد علاقه طراحان پرسش‌های کنکور سراسری هم هست. قصد دارم این مبحث رو با یک انیمیشن خیلی خوب که جزئیات رو تا حد زیادی به نمایش میذاره برای شما توضیح بدم. خب یه سری ایرادام داره، البته این انیمیشن با هم دیگه مرور میکنیم و اونا رو خدمتتون میگم، ولی خب میتونه کلیت ماجرا رو خیلی قشنگ به شما نشون بده. وقایع ترجمه از 3 مرحله آغاز، طویل شدن و پایان تشکیل شده. اینو تو کتاب درسی خوندید. یکی از مباحثیه که میشه گفت تقریبا هر سال یه سوال کنکور رو به خودش اختصاص داده. اینی که در هر مرحله ابتدا چه اتفاقی میفته، بعدش چه اتفاقی، یعنی جزئیات هر مرحله همیشه تو سوال‌ها مورد نظر طراح سوال بوده. پس باید خیلی به این جزئیات دقت کنید. اتفاقها رو پس اینی که اول کدام اتفاق میفته بعد کدام اتفاق، لطف کنید خیلی خوب دقت کنید. در مرحله آغاز ترجمه اولین اتفاقی که میفته اینه که زیرواحد کوچیک ریبوزوم و رنای پیک یا mRNA به صورت صحیح به هم متصل میشن. حالا اینی که میگم به صورت صحیح رو توضیح میدم. این نحوه اتصال باید به شکل مناسبی صورت بگیره که این اتصال به شکلی برقرار میشه که اون رمزه یا کدون شروع در محل مناسب خودش باید به زیرواحد کوچیک ریبوزوم متصل بشه. این محل مناسب وقتی که زیرواحد کوچیک و بزرگ ریبوزوم به هم متصل بشن، یک بخشی در واقع از جایگاه پی ریبوزوم هست. پس اول زیرواحد کوچیک ریبوزوم و mRNA به هم دیگه متصل میشن به شکل صحیح، طوری که IUG یا رمزه یا کدون آغاز در جایگاه پی که در آینده شکل میگیره در اون قسمت متصل شده باشه. اتفاق بعدی اضافه شدن tRNA ناقل که حاوی آمینو اسید متیونین، tRNA آغازگر میاد به این مجموعه اضافه میشه. یکی از اشتباهاتی که این انیمیشن داره و حالا میشه با اغماز اونو چشم پوشی کرد، اینه که ساختار tRNA رو باید به شکل حرف L نشون میداد، ساختار نهایی و ساختاری که در واقع فعالیت میکنه در سلول به شکل حرف L و ساختار برگ شبدری در واقع یک ساختار واسطه برای شکلگیری همون ساختار L در سلوله. بنابراین tRNA آغازگر حاوی آمینو اسید متیونین میاد به این مجموعه اضافه میشه همونطوری که تو تصویر داریم میبینیم و بین کدون و آنتی کدون پیوند هیدروژنی برقرار میشه. خب میشه اینجا شمرد پیوندهای هیدروژنی که بین این کدون و آنتی کدون یا رمز و پادرمز هست، 7 تا پیوند هیدروژنی. یکی دو تا نکته مهم اینجا هست، بچه‌ها بهش دقت کنید. تو mRNA یا همین رنای پیک دارید میبینید با وجودی که ترجمه از کدون شروع یعنی IUG آغاز میشه، ولی این 3 تا نوکلئوتید مهم یعنی IUG اولین نوکلئوتیدهای ساختار mRNA نیستن. یعنی قبل از کدون شروع یا رمزه آغاز ما باز دوباره نوکلئوتیدهایی در ساختار mRNA داریم، ولی ترجمه از اونا شروع نمیشه. از اولین IUG که در ساختار mRNA وجود داره در واقع ترجمه شروع میشه. نکته بعدی که باید بهش دقت کنید اینه که در mRNA اولین رمزه یا کدون همیشه IUGه، پس ما یه انتخاب در اینجا بیشتر نداریم. ولی رمزه یا کدون دوم میتونه 61 نوع کدون متفاوت باشه. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا 61 کدون؟ چرا 64 تا؟ مگه تعداد رمزها 64 تا نیست؟ آره درسته، 64 تا کدون داریم، ولی این mRNA حداقلش اینه که دستور ساخت یک دیپپتید هست. پس بنابراین 2 تا آمینو اسید لااقل باید به هم دیگه متصل بشن. پس نمیتونه رمزه یا کدون دوم رمزه پایان باشه. پس انتخابمون برای رمزه یا کدون دوم 61 رمز است، اما دیگه برای سومی میتونیم رمزه پایان هم داشته باشیم. پس رمزه یا کدون سوم میتونه 64 تا باشه. پس این نکات رو خواهشاً دقت کنید. اتفاق بعدی در مرحله آغاز اینه که زیرواحد بزرگ ریبوزوم هم میاد به این مجموعه اضافه میشه و در واقع با اضافه شدن اون کمپلکس یا مجموعه شروع کامل میشه. دقت کنید بچه‌ها، قبل از اینکه اینها به هم متصل بشن خبری از جایگاه‌های P, E و A نیست و با اتصال اونهاست به هم دیگه که این جایگاه‌ها به تدریج در ساختار ریبوزوم شکل میگیره. مبنای نامگذاری این 3 تا جایگاه هم چی است؟ جایگاه P جایگاهیه که در ادامه tRNA هایی که حاوی
در واقع پپتید هستن به اونجا وارد میشن، در واقع جایگاه پپتیدی نامگذاری میشه. جایگاه A tRNA های حاوی آمینو اسید بهش متصل میشن، جایگاه آمینو اسید با A نشان داده میشه. و جایگاه E جایگاهی که tRNA هایی که آمینو اسید در واقع ندارن و فاقد آمینو اسید هستن و میخوان ریبوزوم رو ترک کنن به این جایگاه ای وارد میشن و از اونجا خارج میشن. پس در واقع این جایگاه اگزیت یا خروج ریبوزوم هست. خب نکته مهم دیگه هم اینه که دقت کنید که در مرحله آغاز فقط جایگاه P از tRNA پر شده و جایگاه های A و جایگاه E ریبوزوم خالی هستن در این مرحله، که میتونه این هم یکی از نکاتی باشه که توسط طراحان سوال همیشه مورد استفاده قرار گرفته در سوالهایی که گزینه غلط میدن و مثلا جایگاه A ریبوزوم رو با یک tRNA به صورت گزینه غلط البته پر نشان میدن در صورت سوال به عنوان مثال. خب مرحله طویل شدن ترجمه با ورود دومین tRNA به ریبوزوم شروع میشه. مرحله طویل شدن خب گفتیم 61 کدون یا رمزه میتونه اینجا باشه، پس بر اساس اون tRNA مربوطه‌ای که حاوی پادرمزه یا آنتی کدون مکمل این رمزه هست میاد به جایگاه A ریبوزوم وارد میشه. این نکته هم دقت کنید، اینجا اولین tRNA یا tRNA آغازگر همونطوری که تو تصویر دارید میبینید کارش رو از جایگاه P شروع میکنه، ولی بقیه tRNA ها کارشون رو از جایگاه A ریبوزوم آغاز میکنن. پس اینم نکته‌ایه که میتونه در محاسباتی که در این زمینه هست و اونو انشاءالله به صورت یک فایل جداگانه براتون آماده میکنم مد نظر قرار بگیره، فقط اینجا دقت داشته باشید بهش. پس اینجا دومین tRNA که حاوی آمینو اسید مربوطه است به ریبوزوم وارد میشه و بعد از اینکه وارد شد پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون برقرار میشه و tRNA مربوطه اگر tRNA درستی باشه از لحاظ توالی آنتی کدونی یا پادرمزه‌ای میتونه این پیوند هیدروژنی رو به صورت صحیح برقرار کنه، به صورت صحیح در جایگاه A مستقر بشه و وقتی که این اتفاق رخ بده حالا آمینو اسیدهای متصل به tRNA در فاصله مناسبی قرار گرفتن برای تشکیل پیوند پپتیدی بین اونها. در این مرحله اتفاقی که الان میفته اینه که اون آمینو اسید متصل به tRNA در جایگاه P پیوندش با tRNA هیدرولیز میشه و پیوند پپتیدی با آمینو اسید جایگاه A برقرار میشه. پس اینم یه نکته مهم که شکسته شدن پیوند بین آمینو اسید و tRNA همیشه تو جایگاه P صورت میگیره، ولی تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدها در جایگاه A ریبوزوم صورت میگیره که تو این تصویر با هم دیگه الان این موضوع رو میبینیم. پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدها برقرار میشه. حالا ما یک tRNA داریم که دیپپتید بهش متصل شده و یک tRNA داریم که عملا میتونیم بگیم دیگه کار خاصی در ریبوزوم نداره و باید ریبوزوم رو ترک کنه، اما قبلش باید یه جابجایی در ریبوزوم صورت بگیره، چون این tRNA نمیتونه از جایگاه P ریبوزوم رو ترک کنه، البته به غیر از یه استثناء که در انتها راجبش صحبت میکنیم. پس یه جابجایی در ریبوزوم صورت میگیره. این جابجایی رو بچه خیلی قشنگ دقت کنید. طی این جابجایی دارید میبینید رمزه و پادرمزه‌ای که در جایگاه P بودن به جایگاه E وارد شدن و رمزه و پادرمزه یعنی کدون و آنتی کدونی که در جایگاه A بودن به جایگاه P وارد شدن، یعنی ریبوزوم به اندازه یک کدون در طول mRNA به سمت کدون پایان حرکت کرد. الان tRNA به جایگاه tRNA خالی به جایگاه E ریبوزوم وارد شده و میتونه ریبوزوم رو ترک کنه و این کار رو انجام میده و الان دقیقاً شد مثل ابتدای مرحله طویل شدن در واقع، یعنی باز دوباره هم جایگاه E خالی شده هم جایگاه A خالی شده. پس میتونه این چرخه‌ای که الان توضیح دادم دوباره تکرار بشه، یعنی ما میتونیم الان منتظر tRNA بعدی باشیم بر اساس آنتی کدونش بیاد به جایگاه A وارد بشه، پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون برقرار بشه و در واقع باز دوباره پیوند پپتیدیه برقرار بشه. منتها قبلش اون هیدرولیز شدن پیوند بین آمینو اسید و tRNA رو داریم. البته اینجا رو دقت کنید، اینجا پیوند بین پپتید و اون tRNA شکسته میشه یا هیدرولیز میشه. پس با اون ابتدای ماجرا یه ذره تفاوت جزئی داره ولی فرق چندانی نداره. اون دیپپتیده که جدا شد پیوند پپتیدی رو تشکیل میده با tRNA که در جایگاه بین آمینو اسید متصل به tRNA در جایگاه A. اینم یکی از ایراداست که این پیوند پپتیدی برقرار میشه بعد جابجایی صورت میگیره که تو
سوال ها حواستون باشه این اتفاق شما رو به اشتباه نندازه و باز دوباره tRNA خالی ریبوزوم از طریق جایگاه ای ترک میکنه و الی آخر همینطوری tRNA های بعدی میان و این چرخه بارها و بارها تکرار میشه تا در نهایت آخرین tRNA به ریبوزوم وارد میشه و بعد از آخرین جابجایی یه اتفاق ویژه میفته. یکی از اون 3 تا کدون یا رمزه پایان به جایگاه A ریبوزوم وارد میشه. اون 3 تا رمزه رو میدونید کدوم ها هستن. UAA، UAG و UGA همه با U شروع میشن. اگه یکی از این 3 تا رمزه یا کدون به جایگاه A ریبوزوم وارد بشه بعدش دیگه ما جابجایی نداریم. پس تا قبل از ورود این رمزها جابجایی صورت میگیره، دیگه آخرین جابجایی که صورت گرفت و یکی از این 3 تا رمزه به جایگاه A وارد شد جابجایی بعدش صورت نمیگیره. خب چون هیچ tRNA نمیتونه این رمزه ها رو بشناسه، بنابراین اینجا به جای tRNA عوامل آزاد کننده که در واقع عوامل پایان ترجمه هستن میان به جایگاه A وارد میشن. اینجا اون نکته مهمی بود که گفتم همه tRNA ها از جایگاه E یا اگزیت خارج میشدن، اما tRNA آخر تنها tRNA که از همون جایگاه P ریبوزوم رو ترک میکنه. منتها قبلش یه اتفاقای البته میفته، یعنی باید کدون پایان رمزه بیاد، عوامل آزاد کننده بیان. اینجا یه سری جزئیات، یکی از ایرادای انیمیشن که گفتم چند تا ایراد داره، یکیش هم همینه، این عوامل آزاد کننده رو متاسفانه اینجا نشان نداده و یه مقدار جزئیات مرحله پایان رو نگفته. ولی خب من میگم خدمتتون عوامل آزاد کننده به جایگاه پایان میان. این عوامل آزاد کننده باعث میشن اون پلی‌پپتیده که متصل شده به tRNA پیوندش هیدرولیز بشه، پلی‌پپتید اول از همه جدا میشه، بعد همون tRNA که خالی هست دیگه جابجایی صورت نمیگیره، از همون جایگاه P ریبوزوم رو ترک میکنه و بعد در نهایت عوامل آزاد کننده منجر به این میشن که زیرواحد کوچیک، زیرواحد بزرگ، mRNA و خود عوامل آزاد کننده ریبوزوم رو ترک بکنن. خب این شد وقایعش که یه سری محاسبات آماری هم داره که بعداً در یک فایل جداگانه همونطور که گفتم اینا رو خدمت شما عرض میکنم. ضمناً بچه‌ها تحلیل این مطلب و مطالب مفید دیگه‌ای از درس زیست شناسی رو انشالله به امید خدا میتونید شما از پیج اینستاگرام بنده و کانال تلگرام بنده که آدرس اونها رو در پایان همین مطلب دارید میبینید گذاشتم، اونها رو دانلود کنید و از اونها استفاده کنید و هر سوالی هم داشته باشید در زمینه این مطالب میتونید حالا با من در ارتباط باشید و این سوالها رو مطرح کنید که انشالله بتونیم در این ایامی که متاسفانه به خاطر بیماری کرونا دور از همدیگه هستیم و از دیدن گل روی شما محروم هستم، نمیتونم شما رو زیارت کنم، حداقلش این باشه که بتونیم تا اونجایی که امکان داره در حل مشکلات درسی که دارین بیشترین کمک رو به شما داشته باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم موفق و پیروز باشید.